یه سه تا معرفی کردیم در مورد RGP ها بود. اونا انواع دیگه ای هم دارن. اینا هستن لنزهای منیکون زد هستن. اینا هم یه نوع لنز RGP هستن. در بعضی از موارد هم از این اسم. اینا سه تا باکس هستش. من یکیشو به عنوان نمونه آوردم. اینا هم لنزهایی هستن که خیلی مورد استفاده قرار میگیرن و یه نوع خاصی از لنزهای RGP هستن. الان خیلی استفاده نمی کنیم معمولا، چون لنزهای دیگه خیلی در دسترس هستن. ما یه مشکلی هم که داریم این هستش که یه سری لنزها هستن که برای بیماران قوزغنی، کسایی که مشکل قرنیه دارن، مفید هستن ولی در کشور ایران موجود نیستن. بنابراین هر چیزی که توی دنیا وجود داره ما نمیتونیم تجویز کنیم. دکتری که مهارت داشته باشه میتونه بر اساس امکانات موجود مشکل بیمار رو حل کنه. اینم یه بحث هستش. من مخالف این هستم که لنزهای خیلی گرون نمیدونم 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون داده باشه. اصلا معنی نداره این کار. هرچند ما تواناییشو داریم و دارم و امکاناتش هم دارم، حالا نشون میدم. اونم یه نوع لنز بود که دیدید در حقیقت. اشاره که یه نوع لنزهای دیگه RGP هستن. اینا هلندی هستن. خب که اینا هم تقریبا روتین هستن، استفاده بعضی از همکاران ممکنه داشته باشن. گفتم همه همکاران اینا رو ندارن. لنزهای سنسو سلکت هلندی هستن. اینا لنزهای خوبی هستن. اینا هم RGP هستن. یعنی ببینید تو دنیا اتفاقا لنز RGP خیلی بیشتر، همون لنزهای سخت قدیمی، خیلی بیشتر استفاده میشه تا لنزهای اسکلرال. ما در مواردی لازم RGP بدیم، در مواردی لازم اسکلرال بدیم. اینم یه نوع دیگه‌اش بود. اما لنزهای اسکلرال به اصطلاح در حقیقت که همون اسکلرال که میگیم ممکنه مینی اسکلرال باشه، ممکنه کورنو اسکلرال باشه، ممکنه که فول اسکلرال باشه. همه اینا رو در چند سال پیش یه دونه بیانیه داده شد توی آمریکا. گفتن آقا همه اینا رو با کلمه اسکلرال بگیم، نه بیمار رو گیج کنیم نه خودمون رو گیج کنیم. اینا بر اساس سایز طبقه بندی میشن که این مینی اسکلرال، این سمی اسکلرال، این فول اسکلرال، این کورنو اسکلرال. ولی ما همه‌شو میگیم همون اسکلرال، هم ما هم شما با همین واژه اسکلرال بکنیم. اینا یه مقدار سایزشون بزرگتره. دقت بفرمایید سایز این لنز اینقدریه. خب اینا هر چشمی نمیتونه تو چشمش بذاره. چشمایی که خیلی کوچیک باشن، کودک‌ها، بچه‌ها. ما لنزهای RGP الان تو بچه‌ها فیت می‌کنیم. انقدر اینو بردیم بالا انگار که اونا به درد نمی‌خوره. نه اصلا اینجوری نیست. اون یه دکونیه باز شده تو اینترنت آقا لنز اسکلرال بده. نه، در موارد این خوبه، در موارد اون خوبه. برای کودک اصلا نمیشه اینا رو تجویز کرد. باید از اون استفاده کنیم. مجبوریم از اون استفاده کنیم. یا در چشمایی که خیلی کوچیک هستن و مشکل دارن. خب اینم از این. اینا لنزهای اسکلرال هستن. سایزشون رو دیدید. معمولا سایزشون اینا دور و بر مثلا از 13-14 میلیمتر به بالا. گفتیم کورنو اسکلرال داریم، سمی اسکلرال یا به اصطلاح چیز داریم، مینی اسکلرال داریم و اسکلرال کامل. تا میره تا 18.5 تا 20 میلیمتر هم ممکنه اینا باشن. ولی تو ایران روتینش دور و بر 15-16.5 میلیمتر هستش. معمولا اینا خوب جواب میدن. تو دنیا هم اکثرا از همین سایز استفاده میکنن. پس ببینید قبلیا دور و بر 8.5 9 9.5 نهایتا 10 10.5 11 دیگه نهایتا سایز اونا بود. RGP ها بزرگه. اینا از دور و بر 15 میلیمتر به بالا هستن. 15 میلیمتر. خب بزرگه این یه مقدار. انواع مختلفی هم داره. گفتیم اینا هستن که ما موجود ست کاملی از اینا داریم. معمولا خیلی از مطب‌ها 6 عدد از این دارن. 6 عدد. 3 تا به اصطلاح در حقیقت با بیسکر متوسط، 3 تا با بیسکر برای قوزغنیا. در حالی که اون اصلا برای هیچ مطبی کافی نیست. اگر کسی اون مقدار لنز داره بهتر اصلا لنز کار نکنه. بهتر کار نکنه، چون مریضا به هیچ وجه با اون 6 عدد جواب نمیدن. ببینید ما اگر شما اونجا ببینید بالای 100 عدد از این لنزا داریم. بعضی وقتا برای یه بیمار حتی اون 100 عدد هم جواب نمیده. بستگی به شرایط چشم داره. اینا یه نوعشون هستش که از خارج میاد، تو ایران تراش داده میشه، پس ایرانی نیست، تراشش ایرانیه. اینو اشتباه نکنیم. متریال ایرانی نیست، تراشش ایرانی. انواع گرونتری هم داره. مثلا اینا هستن که پروکورنا هستن، هلندی هستن. اونا در میاد دور و بر مثلا 10-15 تومن. اینا در 10-15 میلیون دو چشم، بستگی به شرایط داره. اینا در میان دور و بر مثلا 30-40 میلیون تومن، چه بسا بیشتر. به هیچ وجه داریم از اینا، ولی بنده به هیچ وجه از اینا توصیه نمی‌کنم به دلایل زیادی. برای اینکه 6 ماه طول میکشه تا از خارج بیاد، ثانیاً 40-50 میلیون تومان پولشه، سالس هم ممکن اصلا بازم بیمار نتونه استفاده کنه. بنابراین این کلاس الکی نذاریم که نه یه جنس خیلی گرون داریم میدیم. خب اینم از این قسمت.